با درود با یکایک شما بینندگان عزیز، چون همیشه در صبح بر وقت شما از اون را به تماشای نوید بامدادی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان را به سهم شما میرساند. در پروگرام این حال و ساعت رسو هفته است و در آغاز از وضع باد و هوا میگیم. در پراگ برای امروز هوای بارونی پیش بینی شده است. انتظار میرود که گرمی 20 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو هوا صاف و بی‌غبار و فوق العاده گرم خواهد بود، یعنی 28 درجه. در دوشنبه نیز هوا آفتابی است و حرارت به 35 درجه میرسد. در تاجیکستان قرب رسمی سومونی در برابر دلار آمریکایی در یک شب 27 درم پایین رفت. اگر روز 19 آگوست در بانک ها در عوض $1 9 سومونی و 43 درم میدادند، پس روز 20 آگوست قیمت $1 به 9 سومونی و 70 درم رسیده است. بانک ملی تاجیکستان صبح 20 آگوست در یک اظهارات رسمی سبب بالاروی قرب رسمی دلار را شرح داد. طبق اظهارات بانک ملی، این تصمیم به آن هدف روی دست گرفته شد که قرب رسمی دلار از قرب آن در بازار سیاه فرقیت زیاد داشت. با گفته مسئولین بانک ملی، محض همین فرقیت زیاد باعث شده بود که مردم برای مبادله دلار به بانک‌ها کمتر مراجعه می‌کردند. در بازار غیررسمی که وجود آن را مقامات تاجیکستان پیوسته رد می‌کنند، $100 از چند ماه پیش تا 1000 سومونی بالا رفته بود، ولی قرب رسمی دلار در تاجیکستان بار آخر ماه ایول سال 2018 تغییر یافت. خب بینندگان عزیز، در دوام روز ما به این موضوع برمیگردیم. رادیو آزادی را پیگیری کنید. الهام خولوف ساکن شهر بختر را مقامات تاجیکستان به عضویت در گروه 24 متهم کرده و از روسیه خواستند او را به دوشنبه سپارد. ایرینا ساکالووا، وکیل الهام خولوف، به رادیو آزادی گفت پرونده الهام در تمام دادگاه‌ها به سود مقامات حل شده است و خطری به تاجیکستان استرداد شدن او وجود دارد. خولوف که از سال 2011 با اهل خانواده‌اش به روسیه کوچیده است، سال 2015 به دردسر گرفتار شد. در اون سال مقامات انتظامی او را در مسکو با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کرده و 6 ماه در بازداشتگاه نگه داشتند. از بس که سند و دلیل‌های کافی برای استرداد نیافتند، دوستان روسیه امر داده است که او را آزاد کنند. الهام خولوف به رادیو آزادی گفت که با وجود این همه حال سرنوشتش نامعلوم میماند و خطری به تاجیکستان فرستادن و شکنجه شدنش وجود دارد. مصاحب رادیو آزادی که سالهاست در روسیه رانندگی میکند گفت هیچگاه عضو گروه 24 نبوده است و به او تهمت زدند. به قول الهام خولوف، فقط یک گفتگوی او در شبکه زیلو و تنقید و سیاست‌های حکومت سبب شد که او را به عضویت در گروه 24 متهم کنند. این گروه را سال 2014 در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان کردند. الهام خولوف میگوید مثل همه حق داشت نظرش را درباره سیاست‌های حکومت اظهار دارد. قرار است همین ماه دادگاه ولایت ایوان و شکایت الهام خولوف درباره بی‌اساس بودن قرار اخراج او از روسیه به تاجیکستان را بررسی کند. وزارت امور داخلی روسیه سال 2018 حق اقامت الهام خولوف را با تکیه به یک سند FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه به اعتبار کرد و امر داده که او را از روسیه اخراج نمایند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن شرح مقامات نظامی تاجیکستان درباره پرونده الهام خولوف نتیجه نداد، اما در درخواست استرداد مقامات نظامی تاجیکستان آمده است که او بر اساس قسم دوم ماده 307 به تشکیل تعلیم یا گروه تعلیمی خصوصیت دینی اکستریمیستی داشته متهم می شود. دولت تاجیکستان بعد سازمان افراطی اعلان کردن گروه 24 10 نفر از اعضای این سازمان را از روسیه به تاجیکستان آورد و به سالهای طولانی زندان محکوم نمود. 19 آگوست آمریکا به یونان و دیگر بندرهای بحری میانه زمین هشدار داد که به کشتی نفترسانی ایرانی کمک نکنند. خبرگزاری ریترز با تکیه به دپارتمنت دولت ایالات متحده نوشته است که این کشتی به سوریه نفت انتقال داده با یک سازمان مورد تحریم رابطه دارد. واشنگتن گروه سپاه انقلاب اسلامی ایران را سازمان خارجی تروریستی شمرده هر گونه کمک به این کشتی را دستگیری از این گروه ارزیابی میکند. دپارتمنت دولت آمریکا افزوده است که کمک به این کشتی پیامد در امور مهاجرت و جنایی خواهد داشت. هشدار آمریکا به کشتی ادریان دریا یک ارتباط میگیرد که در گذشته با نام گریس یک معروف بود. این کشتی 19 آگوست بعد از بازداشت 45 روزه در گیبرالتار به بحر برآمد. کشتی با عمل مخالف تحریم سوریه متهم بوده از جانب ملاحان بریتانیا بازداشت شده بود. 18 آگوست منصبداران گیبرالتار درخواست آمریکا درباره بازداشت کشتی را رد نموده اجازه دادند که با نفت خام گیبرالتار را ترک کند. تخمین می شود که در این کشتی به مبلغ $130 میلیون نفت خام جای داده شده است.
آمریکا میگوید برای اولین بار از زمان بیرون شدن از پیمان اسلحه یک موشک بالدار را آزمایش نمود. ماه روان پیمان آمریکا با روسیه در مورد این نوع موشک‌ها از اعتبار ساقط شد. پس از قطع اجرای سازشنامه محو موشک‌های کوتاه و دورپرواز آمریکا و روسیه، امکانیت‌ها برای آزمایش اسلحه نو فراهم شدند. با آگاهی خدمات مطبوعاتی پنتاگون، موشکی که روز یکشنبه از جزیره سن نیکولاس کالیفرنیا پرتاب شد بیش از 500 کیلومتر پرواز کرده هدف را محو کرد. پیشتر آمریکا بر اساس سازشنامه محو موشک‌های کوتاه و دورپرواز حق نداشت موشکی را بسازد که از 500 تا 5,500 کیلومتر پرواز می‌کند. واشنگتن از این سازشنامه که سال 1987 با اتحادیه شوروی امضا کرده بود، 2 آگوست سال روان خارج شد. در شرح این تصمیمش گفت که روسیه طی چندین سال آن را نقض می‌کرد. از 20 تا 23 آگوست یاوری کاتب دولتی آمریکا در امور سیاسی دیوید هیل با سفری 4 روزه رسمی به آسیای مرکزی می‌آید. هدف اساسی این سفر شرکت در سمیت 5 کشور آسیای مرکزی میباشد که 21 آگوست در شهر نورسولتان پایتخت قزاقستان دایر خواهد شد. هیل در ملاقات گروه 5 جمع 1 یعنی نشست وزیران امور خارجه قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت می‌کند. به نوشته دپارتمنت دولتی آمریکا، گروه 5 جمع 1 در ماه نوامبر سال 2015 با هدف حل مشکل‌های مشترک امنیتی و زیست محیطی و همچنین بهبود تجارت آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در منطقه تشکیل شده است. بعد از نشست نورسولتان، هیل به تاشکند سفر کرده با منصبداران ازبک وام خورد. مقامات ازبکستان میگویند بر ضد دختر کلانی سابق پرزیدنت این کشور اسلام کریمов گلنورا کریم و پرونده نوی جنایتی باز شده است. گلنورا کریمова از ماه مارس به این طرف در زندان است. او با سوء استفاده از قدرت و فساد متهم میباشد. اداره داستان کل ازبکستان 19 آگوست اظهار نمود که اکنون گلنورا کریمova با خریدن غیر قانونی سهمیه‌های 2 کارخانه تولید سمنت متهم می شود که دیرتر این اوراق گرانبها را به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته است. در اظهارات دوستانی کل ازبکستان همچنین تصدیق شده است که با تهدید استفاده از زورآوری صاحبان چند شرکت را به فروش سهمیه‌هایشان وادار کرده است. در صحبت با رادیو آزادی وکیل کریمova از دادن توضیح در این باره خودداری کرد. گلنورا کریمova 47 ساله در سال 2015 هم با جرم پولستانی و از خود نمودن مالکیت دیگران به 5 سال حبس خانگی محکوم شد، ولی در ماه مارس برای نادیدگیری شرایط حبس خانگی به زندان انتقال یافت. پلیس مالی قرقیزستان سابق نامزد کرسی پرزیدنت این کشور اموربک بابانov را بازپرسی نموده است. بابانov در روز پیش به قرقیزستان برگشته بود. سخنگوی پلیس قرقیزستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که استنطاق با خصوصی گردانی یک بانک تجارتی قرقیزستان ارتباط دارد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. کمیته دینی تاجیکستان خبر میدهد که امروز گروه نخستین حاجیان تاجیک به وطن برمیگردند. قرار است این گروه طریق خطسری مدینه خوجند به تاجیکستان برسند. پرواز طریق شرکت تاجیک ایر صورت خواهد گرفت. امسال حدود 6,500 شهروند تاجیکستان توانستند در مراسم حج اشتراک کنند. سفر امساله زایران از 22 ایول آغاز شد. خرج حج امساله 35,128 سومانی مدل $3,700 آمریکایی معین شد. این نرخ در مقایسه به سال گذشته تقریبا 1800 سومانی بیشتر است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم گفت که سبب بالا رفتن نرخ سفر حج از بالا رفتن قرب اسعار وابسته است و گذشته از این جانب تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر پس از شوروی برای زایران شرایط بهتری سفر به عربستان سعودی را پیشنهاد می‌کند. متخصصان کمیته حفظ محیط زیست میگن در 6 ماه گذشته 100 نفر را برای پرتافتن چراغ‌های کم مصرف در پرتوگاه‌ها به مبلغ 28,000 سومانی جریمه بستند. به بازارهای تاجیکستان لامپ‌های کم مصرف عمدتاً از چین و روسیه وارد می‌شود. سال 2009 مقامات تاجیکستان با منع واردات چراغ‌های معمولی ولفرامی مردم را به استفاده چراغ‌های کم مصرف تشویق کردند. سال 2011 حکومت قرار درباره کارکرد چنین چراغ‌ها را صادر کرد، ولی مسئله کارکرد چراغ‌های کارنشامی کم مصرف که حدود 500,000 دانه در انبارهای مخصوص جمع آوری شدند به یک مشکل جدی تبدیل یافته است. در کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند برای کارکرد چنین چراغ‌ها که برای صحت انسان کشنده نیز هستند به متخصص احتیاج دارند. به اطلاع کمیته دستگاه‌های گران‌ارزش برای کارکرد چراغ‌های سوخته کم مصرف از خارج به خوجند و دوشنبه آوردند، ولی متخصص نیست که از عهده استفاده آنها برآید. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از طرف بانک ملی تعیین شده است
به همین ترتیب $1 9 سومونی و 70 درم تبری در بالا گفتیم. 1 یورو 10 سومونی و 77 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 144 سومونی و 60 درم. تشکر میگویم که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. من همه شما رو در دوام روز در تقدیم سرخطهای روز و همین گونه در برنامه خبری منتظر میشوم. باقی خدا نگهدار.